سلام تماشابینان گرامی، چون همیشه در این وقت و ساعت منظور شماست نمایش نوبتی کلاه سیرناک. از روی عنعنه در نمایش ما 4 دوست یک اشتراک دارند. بیاید اول با اونها از نزدیک شناس میشویم و سپس نمایش را ادامه میدهیم. نام شما؟ اویشه. آفرین. نام شما؟ یاسمینه. خیلی خوب. نام شما؟ مغفرت. آفرین مغفرت. نام شما؟ بیبی مریم. آفرین دوستان گرامی. خب شما میدونید که در نمایش کلاه سیرناک قرار دارید، همین طور نه؟ و امروز برای بینندگان ما یک چشم‌بندی رو همراه شما پیشنهاد میسازیم. شما راضی هستید؟ بله. آفرین آفرین. شما در صنف چندم میخونید؟ در صنف یکم. آفرین. شما چی؟ یک. شما هم؟ سه. شما چی؟ من در صنف یکم. هر سه شما هم صنف هستید؟ بله. ها؟ این دقیقه چه میخونم ما حتما در در یک صنف ها؟ آفرین آفرین. خیلی خوب. بابای چند میخوند؟ 3 5 4. شما بابای 5 میخونید؟ آفرین. اون کس چی؟ 5 4. آفرین آفرین. کوشش کنید با بهای اعلا خوانید. فهمو؟ احسن به شما. باوری دارم که نمایش کلاه سیرناک رو تماشا میکنید. ها؟ بله. همه‌تون تماشا میکنید؟ بله. چند تا چشم‌بندی از نمایش ما یاد گرفتید؟ شما چند تا چشم‌بندی؟ 20 تا. خیلی زیاده ها؟ آفرین. شما چی؟ و 25 چشم‌بندی اجرا کرده میتونید؟ از من زیاد. شما چی؟ 30 تا چشم‌بندی؟ شما چی؟ 2 تا. از هم زیاد شما. آفرین آفرین. هیچ غم نه. از نمایش امروز 3 تا می شود. باز نمایش آینده رو تماشا میکنید 4 تا می شود ها؟ خیلی خوب خیلی خوب. آفرین به شما. پس باوری دارم که همون چشم‌بندی هایی که ما اجرا میکنیم در نمایش کلاه سیرناک شما از خود کردید. در نزد یگون نفر اجرا کردید، راستش رو گفت فقط. بله. در نزد کی؟ پدر مادرم. در نزد پدر و مادرتون. سیرش رو فهمیدن؟ نه. نفهمیدن. پس سیرش رو نگفتید؟ نه. ما هم کوشش کنیم که دیگر سیر چشم‌بندی ها رو نگوییم ها؟ در نمایش کلاه سیرناک نگوییم سیرش رو. نه. برای چی؟ برای آنکه باید چشمندی نمیشود اگر ما گوییم. بیشوخی؟ بعد چه خیل می شود؟ بعد من چشم‌بندی رو نشون دیم سیرش رو گویم این خوب نیست؟ شما می توانید اجرا کرده. خوب. آنها از تلویزیون میبینن. میبینن. ما کوشش میکنیم که سیرش رو نمیفهمید. از تلویزیون میبینن. یعنی ما اگر سیرش رو گوییم هوشیاری مثلا زیرکی مثلا نورسان و کودکان باز بسیار می شود. همه خیلی از این خاطر کوشش میکنند که سیری هر یک چیز رو دانسته گیرند. آفرین به شما. ما هم اگر در این برنامه نشد برنامه آینده حتما سیرش رو نمیگوییم. میلش؟ خیلی خوب. این طور باشد میگذاریم به چشم‌بندی امروزه یا نه؟ بله. میگذاریم به چشم‌بندی امروزه. دوستان گرامی، چشم‌بندی امروزه رو ما با کاغذهای رنگ اجرا میکنیم. راضیید؟ بله. آفرین. ما در اینجا کدام رنگ رو داریم؟ سرخ، زرد، کبود، سیاه، سفید. نیست؟ فراموش کردیم دیگر رنگ ها رو ها؟ می شود با همین 3 رنگ. آفرین. هیچ گپ نه. برنامه آینده ها بعد دیگر رنگ ها رو میاریم. هیچ گپ نه. خب کدام رنگ رو انتخاب کنیم؟ همه سرخ گفتن. میلش سرخ رو انتخاب میکنیم. باز کدام رنگ رو انتخاب کنیم؟ زرد. دید ها؟ اول سرخ. ما کدام رنگ رو انتخاب کردیم؟ سرخ است. رنگ سرخ رو به رنگ زرد مبادل کرده می شود یا نه؟ نمی شود. پس بیاید ما اینجا یک چشم‌بندی رو اجرا میکنیم. میبینیم که به رنگ زرد مبادل میگردد یا نه؟ میلش؟ کنی؟ خب کنی؟
سرخ بود؟ کنی؟ رنگی چی بود؟ کدام رنگ شد؟ زرد شد. اول کدام رنگ بود؟ سرخ. این طرفش چی؟ زرد. این طرفش چی؟ زرد. پس ما رنگی سرخ را به رنگی زرد چیکار کردیم؟ تبدیل دادیم. ها؟ دیدید؟ اول رنگی سرخ بود، بعد رنگی چی شد؟ رنگی زرد شد. آفرین. اکنون میخواهید سیر این چشمبندی رو به شما بگم؟ بله. نفهمیدم. بله. اینطور باشد میگذاریم به سیر و اسراری انا همین چشمبندی. دوستان گرامی، پیش از اجرای این چشمبندی ما حتما آمادگی میبینیم. فهمو؟ بله. یعنی چگونه آمادگی؟ با دقت نگرید. ما در اینجا یک چند کاغذی رنگ داریم. ها؟ بله. رنگی سرخ. سرخ، رنگی سیاه، کبود. کبود، رنگی سبز، زرد، رنگی زرد. نه؟ بله. رنگ ها رو میدونید. آفرین آفرین آفرین. خیلی خوب. هیچ گپ نه؟ رنگ سیاه نداریم. ها؟ نه. رنگ سفید هم نداریم. هیچ گپ نه. با همین ها اجرا میکنیم. ما چیکار باید کنیم؟ وظیفه اولین درجه ما باید یک رنگ رو به رنگ دیگر تبدیل دهیم. ها؟ آفرین. در اینجا ما یک کاغذ آماده کرده شده داریم. یعنی من با همین کاغذ چشمبندی رو اجرا کردم. میخونید؟ آفرین. ببینید هر طرفش زرد است. بله. هر طرفش زرد است. کنی؟ میبینیم این طرفش هم زرد است. بله. زرد است. در اول کدام رنگ بود؟ سرخ. رنگی سرخ بود. رنگی سرخ کجا شد؟ غیب نمیزند. میخونید؟ ببینید آماده کردیم. بله. در اینجا برای آماده کردن این کاغذ ها به ما چی لازم می شود؟ شیرش. شیرش ما در جیبمون داریم. دیدید؟ شیرش داریم. اکنون چگونه آماده کردیم؟ ببینید یک کاغذی رنگش زرد رو ما گرفتیم. فهمو؟ باز یک دیگر به ما لازم می شود. چیکار میکنیم؟ از مرکزش همین خیل قد میکنیم. قد کردیم. بله. یک طرفش رو شیرش میکنیم. فهمو؟ چیکار میکنیم یک طرفش رو؟ شیرش میکنیم. شیرش کردیم یک طرفش رو. یعنی برای جدا نشدن. ببینید یک طرف دیگرش رو ببینید. این طور کشوده میشود، محکم میشود. نه؟ اکنون یک کاغذی رنگش سرخ را از همین جا شیرش میکنیم. فهمو؟ بله. ان همین خیل. کنی؟ احتیاط کرونه. شیرش میکنیم. شیرش کردیم. بله. کاغذ رو همین گونه نصب میکنیم. فهمو؟ کاغذ رو همین گونه نصب میکنیم. فهمو؟ ببینید اکنون این طرف زرد شد. بله. این طرفش زرد شد. بله. این طرفش سرخ. ما اول چیکار کردیم؟ همینطور به شما نشون دادیم. ها؟ رنگ زرد معلوم است یا نه؟ نه. اگر ما از این طرف نشون دهیم رنگ زرد معلوم نمی شود. ها؟ معلوم نمی شود. اگر از این طرف نشون دهیم معلوم می شود. پس ما باید اول رنگ زرد رو نشون ندهیم. ما باید چیکار کنیم؟ با دقت نگرید. همینطور در دستمون میگذاریم. فهمو؟ از این طرفی که شیرش کردیم کمی قد میکنیم. فهمو؟ کمی قد کردیم. انا همین خیل آهسته 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 انا همین خیل میکشویم. دیدید؟ وقتی کشودیم این طرف با پورگی رنگی چی می شود؟ رنگی زرد. اگر برعکس توپ دهیم چی؟ این طرفش هم رنگی زرد. برعکس رنگی زرد. ها؟
آفرین. رنگ سرخ ان همین خیل پینهان ماند. دیدید؟ بله. سیرش رو فهمیدید؟ بله. آفرین. یک مرتبه دیگر به شما نشون میدیم. بعداً خودتون این چشماندی رو اجرا میکنید. ببینید همین طور میداریم. کنی همین طور داشتیم. کمی قد میکنیم. ببینید کمی قد کردیم. انا همین طور آهسته میکشیم. فهمو؟ ببینید آهسته کشیدیم. بله. بینندگان خیال میکنند که در حقیقت ما رنگ سرخ رو به رنگ زرد تبدیل دادیم. همین خیلی؟ بله. آفرین. سیر این چشماندی رو فهمیدید؟ بله. میتوانید خودتون اجرا کنید. بله. کنی بیاید میبینیم. روزید؟ بله. مرحمت از شما آغاز میکنیم. کدام رنگ است؟ سرخ. رنگی سرخ. ما باید رنگی سرخ رو به رنگ زرد تبدیل دهیم. کنی آهسته میکشیم. مرحمت. کنی طوری کشید که کسی پای نبرد. فهمید؟ دستتون رو همین طور گذارید. دیدید؟ مغفرت از اجرای این چشماندی به خوبی برآمد. کنی این طرفش رو میگردونیم رنگی زرد است. رنگی زرد است. الکی سری چشماندی رو فهمیدن. کنی شما هم میخواهید اجرا کنید این چشماندی رو. آفرین. مرحمت. این کاغذ رو میداریم به دستتون. کنی آهسته میکشید. آفرین. پورا شده شد. نشون میدیم. رنگی سرخ به رنگی سرد تبدیل یافت. آفرین به شما. کنی باز کی میخواد این چشماندی رو اجرا کند؟ کنی مرحمت. یاسمین هم از اجرای این چشماندی به خوبی برآمد. باری اول است ولی از اجراش برآمدن. هیچ گپ نه. باز در خانه بسیار مشق کنید و از اجرای چشماندی به خوبی میبرید. میلش؟ آفرین به شما یاسمین. شما هم میخواید این چشماندی رو اجرا کنید؟ خیلی خوب. کنی مرحمت. میکشویم. کدام رنگ است؟ رنگی سرخ. با کدام رنگ تبدیل دهند؟ زرد. زرد. میتوانید به زرد تبدیل دهید؟ بله. میبینیم. مرحمت. رنگی زرد شد. احسن به شما. یعنی توانستند که رنگی سرخ رو به رنگی زرد مبدل گردانند. همین طور نه؟ بله. آفرین. وقتی که چشماندی رو اجرا میکنید با باوری اجرا کنید. در حالت با باوری اجرا کردن همه به چشماندی شما باور میکنند. وقتی که مثلا ترسیدید یا خود رو گم کردید چشماندی نتیجه مثبت نمیدهد. فهمو؟ حتما بسیار مشق کنید. تنها در نتیجه بسیار مشق کردن شما از اجرای چشماندی ها برآمده میتوانید. آفرین به شما. بینندگان گرامی، اینجا نمایش نوبتی کلاه سحرناک به انجام میرسد. اگر میخواهید در نمایش نوبتی ما اشتراک ورزید پس با رقم های مذکور یا اینکه سراغ ما تلویزیون بهارستان کوچه شیر 31 مراجعت نمایید. خیر تا نمایش های آینده. دوستان گرامی، اکنون میخواهید زود در خانه هایتان پیدا شوید؟ بله. اینطور باشد آماده میشویم.